سلام. امروز میخوایم راجع به یکی از حافظان مرزهای دریایی ایران با شما صحبت. الگوی استکبار ستیزی و استعمار ستیزی، فرمانده ایرانی که انگلیسی ها را عاصی کرد، سرزنش بایاندور از طرف رضاشاه فقط به خاطر وطن پرستی. با ما همراه باشید تا مروری داشته باشید بر زندگی فرمانده دلاور نیروی دریایی ایران، دریادار شهید غلامعلی بایاندور. امروز 3 شهریور سال 1307 دولت انگلیس نقشه مربوط به تاریخ 5 مرداد سال 1267 را که در آن وزیر خارجه وقت انگلیس بر مالکیت دولت ایران بر جزایر تنب و موسی و سیری صحه گذارده بود مکفی ندانست و گفت که این نقشه ادعای امروز اعراب را مخدوش نمی‌سازد. سال 1320 بامداد امروز در بحبوحه جنگ جهانی دوم، سفیران انگلیس و شوروی به طور جداگانه یادداشت‌هایی تسلیم دولت ایران نمودند. در این یادداشت‌ها اعلام شده بود که چون دولت ایران در مقابل متفقین و درخواست‌های آنان مبنی بر اخراج مستشاران آلمانی و به خدمت گرفتن جاسوسان آن کشور سیاست مبهمی در پیش گرفته، ارتش‌های شوروی و انگلیس وارد ایران شده و مشغول پیشروی هستند. در نهایت شوروی شمال و انگلیس جنوب ایران را تصرف کردند. سال 1377 آیت الله شیخ محمد جواد نجفی از نویسندگان و علمای معاصر در 75 سالگی بدرود حیات گفت و به جوار رحمت حق شتافت. ایشان سالهای زیادی از عمر خویش را به تالیف و تصنیف آثار ارزشمند گذراندند. از این استاد محقق آثار متعددی بر جای مانده که مصباح الشیعه، لطایف الصلات، زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی و نیز ترجمه کتب دیوان حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام از آن جمله اند. غلامعلی بایاندور، فرزند مرحوم علی اکبر بایاندور، در سال 1277 شمسی در تهران به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه خودش رو در مدرسه دارالفنون به پایان رسوند و سال 1299 از مدرسه نظام مشیرالدوله با درجه صدفان دومی فارغ التحصیل شد. بایاندور بعد از دریافت اولین نشان نظامی خودش در اردوکشی مازندران به خاطر شرکت در جنگ با سمینقو و ابراز شجاعت و نبرد با نیروهای متجاوز روسیه در شمال کشور به دریافت نشان ذوالفقار که بالاترین نشان ارتش بود مفتخر شد. بعد خرداد 1302 به فرانسه اعزام شد و تا سال 1307 طی مدت 5 سال دوره‌های دانشکده توپخانه و دانشکده تکمیلی مونتنبلو و دانشگاه جنگ فرانسه رو با موفقیت طی کرد و به کشور برگشت. سال 1310 در شرایطی که با درجه سرگردی مسئولیت فرماندهی هنگ توپخانه لشکر 1 مرکز رو عهده‌دار بود، برای تشکیل نیروی دریایی ایران به همراه یک گروه 200 نفری جهت آموزش به ایتالیا عزیمت کرد و بعد از خاتمه آموزش به همراه ناوهای خریداری شده جدید به کشور مراجعت کرده و نیروی دریایی نوین ایران رو در آبهای گرم خلیج همیشه فارس عملیاتی کرد. بعد از بازگشت به ایران در سال 1310 به سمت کفیل فرماندهی نیروی دریایی جنوب منصوب و عازم اونجا شد. از مأموریت‌های مهم بایاندور در این منصب سفر به جزیره تنب همراه گروهی از افراد نیروی دریایی در سال 1313 شمسی بود. او ضمن بازدید از اونجا رسما به مقامات نیروی دریایی انگلیس مستقر در تنب اعلام کرد که این جزیره بخشی از ایرانه. او با این کار موجبات نگرانی و اعتراض وزارت خارجه بریتانیا رو فراهم آورد. در سال 1312 شمسی به دستور غلامعلی بایاندور فرماندهی نیروی دریایی ایران ناو پلنگ به بندر جزیره قشم رفت و با پایین آوردن پرچم انگلیس پرچم ایران رو در این بندر به اهتزاز درآورد. شهید بایاندور
که 48 ساعت قبل از شهادت علاوه بر مسئولیت فرمانده نیروی دریایی به سمت فرمانده کل منطقه جنوب خوزستان هم منصوب شده بود و تیپ مستقل مرزی رو هم تحت امر داشت، در ساعت 4 بامداد 3 شهریور سال 1320 با شنیدن صدای انفجار با سرعت از منزلش خارج شد و با استفاده از قایق موتوری و زیر آتش مسلسل نیروهای مهاجم انگلیسی خودش رو به مقر فرماندهی رسوند و بعد از صدور دستورات لازم به افسران ستاد و فرماندهان به تلگرافخانه رفت و گزارش وقایع و هجوم نیروهای انگلیس رو به تهران و اهواز مخابره میکنه. آنگاه با حضور در قرارگاه گردان مرزی عده‌ای رو مأمور مقاومت در برابر مهاجمین کرد و خودش هم که مسلح به یک قبضه تفنگ برنو بود، به اتفاق سروان ولی الله مکری نژاد که معاون فرمانده گردان یکم هنگ 8 توپخانه بود، با اتومبیل و از راه خشکی عازم خرمشهر شد تا ستاد فرمانده عملیات رو در منطقه حفار تشکیل بده. اما چند دقیقه بعد از حرکت با نیروهای موتوریزه مهاجمین انگلیسی مواجه شد و در حین مقاومت و جنگ و گریز با اونها در شرایطی که تلاش میکردن تا با استفاده از پستی و بلندی های منطقه خودش رو به نهر جاسپی برسونند، با رگبار مسلسل متجاوزان انگلیسی در حوالی پاسگاهی نزدیک بیسیم خرمشهر به شهادت رسیدند. دریادار مردی اهل مطالعه و تحقیق و نویسنده بود. در ایام اقامتش در جنوب به تحقیقات و مطالعات قابل توجهی درباره خلیج فارس دست زد که نتایج برخی از اونها رو بعدها منتشر کردند. بخشی از متن وصیت‌نامه شهید دریابان غلامعلی بایاندور اینچنینه: توی ایرانی که در این سرزمین پهناور زیست می‌کنی و خلیج فارس را تنها به این انگیزه که بخشی از وطن توست دوست می‌داری. هیچ می‌دانید که اگر روزگاری که هرگز چنان روزی مباد ایران این مرز دریایی خلیج فارس خود را از دست بدهد و یا نیروی لازم برای پاسداری از آبهای آن را نداشته باشد، همه ما چون پرنده‌ای اسیر در قفس زادگاهمان زندانی خواهیم شد. توی ایرانی اگر می‌خواهی سرزمین آباییت بزرگ و سربلند بماند و تو که فرزند و زاده این سرزمینی از این سربلندی ببالی و افتخار کنی، اگر میخواهی که شایسته نام ایران و قوم ایرانی باشی، نخست این مایه زندگی خود را پاسدار باش، این مرز محافظ را نیرو بخش و آن را چنان که به میراث برده ای به دست آیندگان بسپار. وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظره هستند. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. مردمی که تاریخ نمی‌دانند محکوم به تکرار دوباره آن هستند. با ما همراه باشید در این سفر